سلام، شما خوبین؟ امشب از بمبئی در اومدیم و به جشن شکوفه‌های با ادب در کشور یواش یواش هو پدر سگ شاشو یتیم یسیر میمون گشنه دل یابو هو مگه نمیگم یواش یواش خاک به سرت نه تربیت داره نه خانوادگی دیگه ظرف شستشو نمیخواد بردارید فقط گم شید. یا حضرت دلپیته اینا که فامیلاشون هم آوردن. چشای داداش اینجا هوا پس و تا حدودی نیمه تگری گزارش شده وحشیان همچون بچه‌های فامیل از قفس ول شده تعداد 4 کیلومتر نفر بی آبرو به کیک جشن 40 متری حمله ور شست پدر عمه ننه دیشو برادر سگ زن داداش بذار سر جاش. از بچه‌های عبدالعظیم خواستار ارسال هلیکوپتر با وایفای 4G رایگان و از این صندلی تخت تاشوها برای نجات جان خود میباشی. این چیه دیگه؟ اما یه عالمه کیک پیدا کرده. ببر بذار سر قبر با بزرگت. گوریل آبی مگه تو کبد چرب نیست اضافه با لختی پدر سگ. ما اینجا نماز میخونیم ها به موهاشم کیک داده. حاج خانم شما چرا؟ لا خاک برید سگ بخورتون خرگازتون بگیره ایشالله یارانتون قد بشه. من اینو میشناسم معناش پسر کریمه. پدر سگ اون دیگه ابر توی مبله اونو کجا میبری؟ بابا یکی بیاد ما رو نجات بده. غلط خوردیم از بمبئی در اومدیم. درد بمبئی تو سر همتون بخوره. هرچی داد میزنم گزشونم نمیچکه. چشای داداش شما برید من با اینا میسوخم و میساخم. مرسی.